барф тамоман хунук нест. дарахтон бӯи лаванда мекунанд. осмон ниҳоят кабуд аст. агар пеши роҳи мири мушонро нагирем ва инҷоро несту нобуд мекунад. ту боварӣ дорӣ ки маликаи мулки қанодӣ ба мо ёрӣ мерасонад? умеди ягонаи мо ба ӯст. аҷоиб. خب چه خبرهای نو آوردی؟ چیزی رو به خاطر آورده نمیتوانم. از گرسنگی میمیرم. اگر چند لحظه دیگر گذرد کاری من تمام میشود. موش پرانی گرسنه چشم، بگذار جادوی تو را به بادکشک تبدیل دهد. فکر نمی کنم که این کاری درست باشد. در این مورد من به شما خبرهای نوترین رو آورده نمیتوانم. تشکر زیاد جنابی اعلی حضرت. شهادت میدهم که شما امروز شکوه شهامتی تازه پیدا کرده اید. خبری اول همین است که لختک چوبین به اینجا برگشت. چی؟ وای در اینجاست؟ همراه او یک دخترچه هم هست جناب، ولی نمیدونم کی او کیست. من میدانم. عجایباتش در آن است که آنها ملکه ملک قنادی رو جستجو کرده با یاری او شما رو از حاکمیت دور کردنیند. این رو خودی لختک چوبین گفت. ملکه ملک قنادی؟ من درباره این ملکه چیزی نشنیدم. روی خط تمامی ساکنان مملکت را به من بیارید و خودی لختک چوبین را فوراً دستگیر کنید. ҳама ин чизест ки аз шаҳраки қаннодон боқӣ мондааст. ҳама ин кори мири мушон мебошад. ин аз тасаввуроти ман берун аст. آرام شو. ما تو را آزار نمیدهیم. ما ба камингоҳ афтодем. зудтар пинҳон шав. ҳеҷ гап набудааст. ин кори бачагон аст. зарбаи нишонрас. ایستید. ببینید من چی یافتم. این از آن توست. پتی اینجا چی واقعا روی داد؟ ما با مرتپن به جنگل برای قند رفتیم وقتی که برگشتیم در اینجا چیزی و هیچ کس نبود. تنها لشکری موشها بود و خلاص. به همه این شاهزاده اریک گناهکار است. شاهزاده اریک کیست؟ پسری شاه است که تا آمدن لشکری موشها در اینجا حکمرانی میکرد. بله وی شاهزاده نوبکار شاه بود. تخت خود و گرز سحرناکش را به سر موشاویرش گذاشته بود. این کار رو برای آن کرده بود که شاهزاده به منصب شاه تیار بودن خود را اثبات واقع کند. آقای من بعد رو خودم درک کردم. یعنی موش میخواست خودش حاکم مملکت شود. ولی حالا شاهزاده اریک در کجاست؟ نمیدونم و دونستن هم نمیخواهم. به وی هم میتوانیم.